ببین مهندس، ما یه نیرو لازم داریم که نتواند همیشه بتواند که نتواند و هر کاری بکند نشود و زورم بزند جفت و جور نشود. گرفتی؟ من دکترم. آره گرفتم، ولی تقریبا 99% رو نفهمیدم. ببین مهندس، ما یه پست داریم که باید در هیبت یک تیم مذاکره کننده بری جلو و به نتیجه نرسی و واسه چند سال همینجوری واسه مذاکره عقب و جلو کنی و آخرش هیچی. من دکترم. خب اوکی، ولی این وسط چی واسه شما داره؟ خب معلومه مهندس، دهن استکباری جهانی وا میماند و با خودش میگه احسن که این مذاکره واسه شون اینقدر مهمه که همش متخصص عوض میکنن. حله، فقط منم با مدرک دکترا مشکوک میشم که آیا اینقدر الافیم بعد استکبار شک نمیکنه؟ نه مهندس، ایرادی نداره، دیگه به این چیزا عادت کردیم و هر دفعه همین زدن تو سرمون. خب خوبه، به عنوان یک دکتر قبوله. فقط مزایاش چیه؟ 3 وعده غذای مجانی، هتل، بردن فامیل سببی و نسبی، برگشت و گذار، تماشای مسابقات ممنوعه در سیمای ملی، گشت و گذار تو وین و محله‌های پایین شهر نیویورک و هومه، شناسایی سرخسنبای کشورهای اروپایی. چطور مهندس؟ عالی و پرتقالی. فقط چون درشن یک دکتر نیست قبول نمی کنم و به توافق نمی رسیم. خودش دکتر، ما یه همچین آدم کله خری میخوایم که مثل گاو فقط سرشو به عنوان مخالفت تکون بده و دنبال توافق نباشه. آقای دکتر عزیز، شما استخدامین. موفق باشی مهندس.